ملیکه سنگینова که تا ماه پیش در وظیفه کتابدار دانشگاه طبی تاجیکستان کار میکرد میگوید او را برای پوشیدن روی مال و اظهار اندیشه هایش در شبکه فیسبوک از کار راندند. از سال 2015 من زیر فشارم. همین لباس من لباس ملی نیست. انا خیلی رومال باید من نبندم. بحث ملیکه سنگینова با ماموریت دانشگاه طبی تاجیکستان روز 26 فوریه در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت شروع شد. این کتابدار میخواهد اثبات کند که او را به اساس از کار راندند. من فشار آوردن که عریضه نوشته با خواهش خودت رفت یا اینکه ما توی سطح کتی پیش میکنیم. من گفتم اساس ندارید. ملیکه سنگینова افزود به جز مسئله پوشیدن روی مال اینچنین او را به خاطر نگاشته هایش در شبکه فیسبوک محاکمه کردند. حتی بازنشر مواد انتقادی برای ملیکه سنگینова دردسر شده است. با من هجوم کردند و گفتند که تو در فیسبوک دانشگاه کامنتاری گنده نوشته ای. این کارمند همکنون سابق دانشگاه طبی میگوید برای پوشیدن روی مال 2 مراتبه، یک دفعه در سال گذشته و اخیراً در ماه ینور امسال کمیسیه اخلاق و آداب معاشرت دانشگاه او را محاکمه کرد. به گفته ملیکه سنگینова مراتبه اول به او آگاهی قطعی داده مکافات پولی 6 ماهش را بریدند. عبدالله گفتند که تو بر ضد سیاست دولتی رکلام میبری، همین ترغیبات میبری. برای چی آزاد کردن همین زنک؟ نماینده دانشگاه طبی که در جلسه نخستین دادگاه حضور داشت ادعای اکنون کارمند سابقشان را رد کرد. این خیلی مسئله نیست. و چی از سبب اساسی برکنارش؟ این سود معین میکنه. نه شما برای چی برکنار کردید زنک؟ معرفی کنید خودتون. تمام. از دانشگاه طبی به رادیو آزادی گفتند ملیکه سنگینова با دانشجویان دغلانه مناسبت میکرده است و دانشجویان از بالای او شکایت کردند. من گفتم خواهی من دانشجویم میبیارم، هم دانشجو من دغل باشم، دانشجو بگذار تصدیق کنن که قطعا من دغلم یا کی. بر اساس تقاضای وزارت معارف تاجیکستان باید سر و لباس شاگردان و کارمند مؤسسه های تعلیمی مطابق به معیارهای ملی باشد. در درآمدگاه دانشگاه طبی نیز همین گونه لوحه ها را می‌بینیم که در آن طرز لباسپوشی کارمندان و دانشجویان درج یافتند. در فرمان رهبریت دانشگاه طبی آمده است ملیکه سنگینова به سبب ویران نمودن قاعده‌های داخلی دانشگاه از کار رانده شد. ملیکه سنگینова میگوید ترتیب یا قاعده را ویران نکرده است. من قانون قاعده میدونم. من هیچ وقت خودم غلام حساب نمیکنم. من کاری خودم میدونم. من متخصص هایم. در جلسه نخستین دادگستر ناحیه اسماعیلی سامانی از طرفها طلبی سازش کرد. به سبب سازش نکردن طرفها از هفته دیگر بررسی این قضیه در دادگاه ادامه خواهد یافت. ملیکه سنگینова که 8 سال در دانشگاه طبی کار کرده است میخواهد دوباره به جای کارش برقرار شود و برای این وجه جدی دارد. من احتیاج دارم چون که فرزند خردی من بیمارم. از بانک من قرض